سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز چهارشنبه 8 دکبر همراه شما. در ابتدا نگاه به سرخط خبر و موضوعهای مهمی برنامه. در مجلس نمایندگان تاجیکستان سبب بالاروی قیمت‌های آرد، روغن و بنزین و قرب سامانی را بررسی کردند. مولا حیدر شریف زاده روحانی و مولای شناخته در کلاب می‌خواهد کتابخانه را در بین نمازگزارانش رایج کند. مرکز علم و معرفت و تعلیم و تربیه باید باشد. به این خاطر کتابخانه رو ما تشکیل کردیم. نخستین زنی خلبان در افغانستان که از ترس طالبان به اروپا گریخت میگوید به کارش ادامه میدهد و شاید روزی در وطنش. من دوباره پرواز میکنم و هر زن دیگه افغان که میخواد پیلوت شده میتونه. شروع میکنیم از ولایت سوخت. مقامات در این ولایت فرمان دادند هر کسی که واکسن کووید نگرفته است به جشن و توی و دیگر مراسم‌های سیرودم به رستوران‌ها راه داده نشود. هدف از این فرمان پیشگیری از گسترش کرونا ویروس نو بوده است که تا حال به گفته مقامات در تاجیکستان بیشتر از 100 نفر را کشت و هزاران تن دیگر را بیمار کرد. آماری رسمی که نه همه به آن باور دارند. درباره جزئیات دستور مقامات سوخت همکار ما در خوجند فرزان محمدی گزارش می‌دهد. بنابر دستور مرکز بهداشتی ریاست تندرستی ولایت سوخت از این به بعد آنهایی که گواهنامه ام ندارند نمیتوانند در توی معرکه ها شرکت کنند. مسئولان این اداره میگویند در همکاری با مقامات انتظامی این روند را نظارت میکنند و بنااً به مالکان طربخانه ها هشدار داده شده است. دستوری مشخص است در آینده، یعنی که اگر وسعتی سیریابی پیدا شود البته این چاره ها قطعی دیده می شود. ما خود میدونیم یکی از منبع های سرایت این جمعشوی آدمان است و توی خانه ها یک جمعشوی ریچی اهالی را نشان میده که سیریابی تیز پخش می شود. در این مکان ها در بازار ها در جای های گشت و گذر ولی که ساکنان در گشت ها البته این منبع اساسی می شود که با سرعت همین بیماری اوج میگیرد. از این پیشتر ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت هم با نشر آگاهی به اکثر رانندگان توصیه داد که بدون امگذرانی به پایتخت سفر نکنند. مقامات تندرستی میگویند این دستور برای دیگر باره اوج نگرفتن بیماری همگیر روی کار آمده است. خواهشمندی شود، هیچ کم خواهش نمی‌کنه، آدم خواهش نمی‌کنه. حتما اکنون گفتن در کار. شما خودتان هم گرفتید نه؟ اکنون میگیرم. خدا خواهد میگیرم. من کرونا شدگی بودم دیگه. ولی اکنون ممکن نیم من بر. من ینور میگیرم خدا خواهد. بس راست بهم خیلی وای بود کو. خواهشمند بود. باز دیدوسکی نمیشه. وقتی چی گنده نیکوخه. هم میکروبوی وای یک کاری میکشتگی سگم وای. اندی قد سال وای که برون باز. کی این داچی داخل باز. بعضی مردم سلامتیش نمیبرارد، بعضیش میبرارد. با معلومات اداره بهداشتی حالا تنها 50% ساکنان وایه اول و حدود 40% وایه دوم را گرفتند که این از روی نشانداد به مراتب کم بوده است. این هم در حالی است که ولایت سوخت با دو همسایه کشورش ازبکستان و قرقیزستان مرز مشترک دارد و رویهای مسافران اینجا زیادتر به نظر می رسد. هرچند نمایندگان سازمان جهانی تندرستی روز 3 دکبر گفتند که تاکنون درباره فوت آدمان از اومیکرون نوع جدید کرونا ویروس گزارش نشده است، ولی نگرانی‌های زیاد را به وجود آورده است. این نوع ویروس بار اول آخر ماه گذشته در آفریقای جنوبی کشف شده در 40 کشور دنیا پهن گردیده است. وزارت تندرستی تاجیکستان چند ماه به این سو خبر می‌دهد که در کشور یگان مورد سرایت کرونا ویروس ثبت نشده است. مقامات این را یکی از نتیجه‌های مهم امگذرانی می‌دانند، اما بعضی از کارشناسان و ساکنان می‌گویند ممکن است شدت بیماری اندکی پایین آمده باشد، ولی پره از بین نرفته است. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند. بالا رفتن قیمت آرد و روغن و بنزین و هر مال و مواد دیگر در تاجیکستان امروز در مجلس نمایندگان بررسی شد.
وکیلان مردمی از رئیس بانک ملی در باره سبب‌های افزایش دردناک قیمت‌ها برای مردم پرسیدند که چرا قیمت‌ها امسال فقط به سمت بالا حرکت داشتند و سامانی هم به تدریج قربش را از دست داد. رئیس بانک ملی سبب‌های گرانشوی را شرح داد و گزارش برات یوسفی و علیشر ظریفی همکاران ما در دوشنبه در همین باره است. баланд шудани нархи маводи ниёзи аввалия дар ҷаласаи парлумони тоҷикистон дар рӯзи чаҳоршанбеи 8 декабр баррасӣ шуд. ба гуфтаи ҳоким холиқзода, раиси бонки миллии тоҷикистон, суръати афзоиши нархҳо дар тоҷикистон дар 2 соли ахир тақрибан дар як сатҳ қарор доштааст. омили аслии афзоиши нархҳоро бонкдори асосии кишвар ба фишорҳои беруна рабт дод. зиёдшавии нархҳо низ ба сатҳи таворрум таъсири манфӣ ва ё мусбӣ мерасонанд ва дар 10 моҳи соли ҷорӣ сатҳи таворрум дар ҷумҳурии Тоҷикистон 6.3% ташкил медиҳад ва бовосита ба чизе ки ман гуфтам, махсусан он маводҳои ниёзи аввалияе ки дар кишварҳои ки онҳоро истеҳсол мекунанд ва нарху наво дар ҳангоми истеҳсоли онҳо нарху наво зиёд шуданд, асосан таъсири манфии худро ҳамин омилҳо расонданд. طبق آمار تقریباً 70% اقتصاد تاجیکستان با عامل‌های بیرون وابسته است و با گفته رئیس بانک ملی سطح تورم در کشورهای اصلی صادرکننده مال و کالا به تاجیکستان نیز از 7 تا 21% را تشکیل داده است. از جانب بانک ملی تاجیکستان ما تنها یعنی که همون فیشنگ‌های خود را استفاده می‌بریم تا اینکه همین تورم یعنی که نشان دهنده‌های مانیتری با آن تاثیر نرسانند. اقتصاددانها میگویند پایبندی اقتصاد تاجیکستان به واردات را تنها افزایش تولیدات داخلی میتواند برطرف کند و یکی از راه‌های اساسی کم کردن فشار روی تولید کننده داخلی کاهش سرباری اندازهاست. پیش از همه بلند برداشتن استحصالات محصولات کشاورزی که ما خودمون استعمال میکنیم، خودمون استحصال میکنیم، آنها باید در آینده تنظیم شوند و برای تنظیم کردن آنها با مال استحصال کنندگان، صاحبکاران خردمیانه البته دسترسی به واسطه مالیوی، یعنی مبلغ رو تامین کردن در کار است و در سیاست پیش بینی شده است که هم قرض‌هایی که در آینده داده میشود امتیازناک باشد، فایزش بلند نباشد. در سال جاری مثل یک سال قبل شکایت از بالاروی با شدت نرخ محصولات نیاز اولیه در تاجیکستان بارها صدا داده است. در اکثر موارد ساکنان انگشت اتهام به سوی تاجران بالا میکنند، اما تاجران پیوسته تاکید میکنند که این روند با آنها بستگی زیاد ندارد. بغیر از افزایش خرج تولید و صادرات مال، برخی از اقتصاددانها به تقویت مونوپولیاهای صادراتی و تجارتی اشاره میکنند. و واقعا بینندگان عزیز، به نظر شما چرا در تاجیکستان نرخ مال و مواد بالا می رود؟ در چت همین برنامه حالا بنویسید و یا شرح خود را زیر برنامه گذارید تا دیگران هم بدانند. یکی از ملاهای شناخته در تاجیکستان، ملا حیدر شریفزاده، در گوشه از مسجد جامع شهر کلاب کتابخانه تأسیس داده است و میگوید که امیدوار است با این کارش کتابخانه را در بین مردم و نمازگزاران رواج میدهد. روحانی تاجیک که از زمان جنگ داخلی در بین مردم شهرت یافت، گوشه کتابخانه در مسجد را به محمود جان رحمتزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کلاب هم نشان داد. کتابخانه را امام خطیب مسجد جامع شهر کلاب و از روحانیان شناخته ملا حیدر شریفزاده 2 ماه پیش باز کرد. با باز کردن کتابخانه، امام خطیب می‌خواهد در مسجد جامعه را به کتابخانه جلب کند. حالا او از نمازگزاران مسجد دعوت می‌کند از کتابخانه دیدن کنند. هدف کتابخانه یکم این که مسجد مرکزی است. مسجد مرکزی علم و معرفت و تعلیم و تربیه باید باشد. با این خاطر کتابخانه رو ما تشکیل کردیم. در کتابخانه مسجد جامع شهر کلاب تا کنون حدود 1000 کتاب جمع شده است. مسئولین مسجد قصد دارند صف کتاب‌ها را در کتابخانه زیاد کنند. نیاز هست و ما هم سعی تلاش کرده هستیم که بازم کتاب‌ها را زیاد کنیم. در رفع کتابخانه از کتاب‌های مکتب تا کتاب‌های بدیع و دینی را دیدن ممکن است. ما مراجعت کرده بودیم به حکومت، خیلی نمودهای کتاب دنیوی ما آورده بودن
و کتاب‌های دینی هم نمادهای گوناگونش در اینجا وجودیت دارد. با وجود تشویق‌های زیاد صف کتابخوان‌ها را در کتابخانه مسجد کم دیدن ممکن است. اما ملاحیدر شریف زاده روحانی شناخته تاجیک باور دارد که آنها میتوانند صف کتابخوان‌ها را زیاد کنند. کتابخوان‌ها در کتابخانه مسجد بیشتر آدمان سن و سال رفته‌اند. عزیز خوجا بابایف سابق کارمند پلیس و نفقه‌خوار است. او در زمان بیکاریش از کتابخانه مسجد کتاب 1001 شب و میرزا ترسونزاده را خوانده است. وقتی که ما در مسجد بابای ملاحیدر رفتیم کتاب‌های بسیار بدیل شروع از آن جمله من کتاب‌های 1001 شب خواندم، احمد دانش خواندم، میرزا ترسونزاده خواندم، بابا جون غفور خواندم. مسجد مرکزی شهر کلاب را سال 1990 عصر گذشته ملاحیدر شریف زاده تشکیل کرده بود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. در افغانستان که زنان و دختران همچنان از حق تحصیل و کار محرومند، اعتراض و تلاش برای بازپس گرفتن این حق خود از طالبان ادامه دارد. بیرون از کشور محدثه میرزایی نخستین خلبان زن که در شرکت کامیری افغانستان خلبانی کرده است میگوید امیدوار است روز دیگر باره به وطنش برمیگردد و مثل تمام انسان‌های دیگر آزادانه کار میکند. مومن احمدی گزارش میدهد. کریر این نخستین خلبان زن در افغانستان با آمدن طالبان به خاک برابر شد. محدثه میرزایی 23 ساله اولین زن در افغانستان است که هواپیما میراند. سال گذشته در شرکت کامیر به ترکیه، عربستان سعودی و هند پرواز کرده است. اما بعد غصب قدرت از طرف طالبان، افغانستان دیگر برایش امن نبود. من چرا افغانستان رو ترک کردم؟ به خاطر ترس طالبان بود. زنها در افغانستان همیشه این ترس داشتن با آمدن طالبان چه فرقی در روند زندگیشان میه و با سابقه که طالبان در افغانستان حکومتشان داشته و ظلم و ستمشان بر زنها، این همیشه یک ترس بزرگ برای تمام ما زنها بوده. و در حال از اینکه من اولین پیلوت زن افغانستان بودم و همیشه به خاطر حقوق زنها جنگیدم در زمانی که من در افغانستان پرواز میکردم، این ترس و هراس از اینکه چه اتفاقی به سر ما بیفته وقتی که طالبان میایه باعث شد که من افغانستان رو ترک کنم. هنگامی حمله طالبان به کابل در ماه اوگوست، محدثه در فرودگاه شهر بود. او به هواپیمای اوکراین نشست و از آنجا به بلغارستان آمد و درخواست پناهندگی کرد. در این ضمن زنان افغان منتظرند ببینند طالبان چه قانون و قاعده برای زندگی آنها مقرر کردنی هستند. حالا زنان از حق کار در حکومت محرومند و فقط در مؤسسه های انگشتشمار کار میکنند. اینقدر ما زحمت کشیدیم در افغانستان و یک جایی که مردم فکر نمیکردن یک زن پیلوت میشه و در بخش هوایی کار میکنه. ما این رو به دست آوردیم و این زمینه رو برای تمام زنای افغانستان، این دروازه رو برای تمام زنای افغانستان باز کردیم و با آمدن طالبان هیچ چیزی تغییر نمیکنه. من دوباره پرواز میکنم و هر زن دیگه افغان که میخواد پیلوت شود پیلوت شده میتونه. میرزایی باور دارد او کارش را ادامه خواهد داد و زنان دیگری افغان نیز با او پیروی میکنند. من را همیشه گفتم من شهروند افغانستان هستم، من کسی هستم که به افغانستان و مملکت خود به کشور خود میخوایم همیشه خدمت کنم و در صورتی که طالبان واقعا چیزی که گفتن تغییر کردن و به حقوق زنها احترام بانن و دوباره بانن که ما به کار خود برسیم طبقی که قبلا ما کار میکردیم با راحتی با آسانی بدون هراس، اگه او وضعیت اگه او زمینه و ما مساعد شد حتما چرا کنه. او مشتاق بازگشت به وطنش و ادامه کار در آنجاست. وزیر فرهنگ ازبکستان از کارمندان این وزارت خواسته است که از این بعد با تعقیب به سری کار بیایند. آزادبک نظربکوف روز 8 دکبر در یک مراجعه ویدیویی در تلگرام گفت که او می‌خواهد کارمندان وزارت با این عملشان نمونه در رعایت و رواج دادن عرف و عنعنه‌های ملی باشند. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. از آن که با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. خبر و ویدیوهای بیشتر در وبسایت azadi.org و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب.